ایدی در وسط جنگلی سرسبز زیر آسمان شب و در میان درختان کهن مردی حکیم به نام سهراب نشسته بود. او به آسمان می‌نگریست و در جستجوی معنای عمیق‌تری از زندگی بود. زندگیش پر از پیروزی‌های مادی و موفقیت‌ها بود، اما چیزی در دلش همچنان گم بود. ناگهان صدای عمیقی از درخت کهن کنار او برخاست. درخت کهن که هزاران سال عمر کرده بود شروع به سخن گفتن کرد. این انسان، من هزاران سال است که در اینجا ایستادم. درک حقیقی زندگی نه در پیروزی‌ها و افتخارات بیرونی است، بلکه در پذیرش جریان بیپایان زمان است. همچنان که ریشه‌هایم در زمین نفوذ کرده و شاخه‌هایم به آسمان می‌رسند، زندگی نیز چرخه‌ای است که همیشه در حرکت است. سهراب با دقت به درخت گوش می‌داد. در دلش نوری از آگاهی تابید. او فهمید که پیروزی‌های بیرونی هرگز نمی‌توانند او را به آرامش درونی برسانند. آرامش واقعی در فهم زمان و پذیرش تغییرات زندگی نهفته است. سهراب با خود اندیشید غیره. آری، حقیقت در پذیرش تغییرات زندگی و جریان زمان است. درخت با کلماتش سهراب را به آرامش و درک عمیق‌تری از زندگی راهنمون ساخت. سهراب برخاست و با قلبی روشن و آرام راهی خانه شد، در حالی که دانسته بود آرامش در درون خود اوست و در گذر زمان نهفته است. ای